اووزخان و شومن نورس توجک عبدالرزق با تسخیر عرصه های بین المللی ادامه میدهد. از عکس‌ها و ویدیوهای روزهای اخیر در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته‌اش برمی‌آید که عبدالرزق اولو در بریتانیا کبیر قرار دارد و در لندن با شهردار پایتخت بریتانیا صادق امانخان و در شهر منچستر در ورزشگاه مشهور اولد ترافورد با یکی از ستاره‌های رقم یک فوتبال معاصر کریستیانو رونالدو عکس‌های مشترک گرفته است. بیا چمپیون کریستیانو، همه عمر آرزو داشتم که تو رو ببینم که نوشته است عبدالرزق در زیر عکسش با رونالدو به زبان انگلیسی. کریستیانو رونالدو زاده پرتغال بوده، نزدیک 20 سال باز با هنرنماییش در هیئت تیم ملی پرتغالیا و باشگاه‌های شهرتیار چون سپورتینگ منچستر یونایتد، ریال مادرید، یوونتوس دل میلیون ها مخلص فوتبال در سراسر جهان را تسخیر کرده است. با وجود آنکه سنش به 37 رسیده است، همچنان با یک جوش و خروش باور نکردنی هنرنمایی میکند. اما در زیر عکسش با شهردار لندن صادق امانخان عبدالرزق نوشته است: من شایگری بریتانیا را دوست می‌دارم و مخلصانم با استقبال خود مرا وادار میکنند که خود را اینجا یک مهمان مقبول احساس کنم. صادق امانخان از یک خانواده مسلمان هندوستان است که بعد جدا شدن این کشور به هندوستان و پاکستان به شهر کراچی پاکستان و سپس از آنجا به لندن کوچید. او از حزب کارگران نمایندگی میکند و سال 2016 شهردار لندن انتخاب شد. عبدالرزق یک آوازخوان جوان زاده دهه غژدرو در کوهستان پنجکین است که 18 سال و همگی 1 متر قد و 18 کیلو وزن دارد. او اول با یک نوار سرودخوانیش در بازار پنجکین نام برآورد و 3 سال پیش رپسرای شناخته بران عبدالرزق را به دوشنبه آورده ترانه‌هایش را توسط استودیو و کانال اولاد میدیا ثبت و نشر کرد. حالا ترانه‌های عبدالرزق در یوتیوب هر کدام تا چند میلیون تماشابین جمع می‌آورند. شهرت این آوازخوان نورس توجک سال 2021 در پی اعلان جنگش با بلاگری نیز خورجوسه از داغستان خازبک و بیرون از تاجیکستان رو یافت. اون جنگ در نهایت دایر نشد، ولی آوازه عبدالرزق چنان عالم شمول شد که او را اکنون به جشن و تنتنه‌های بین المللی دعوت میکنند و حتی رپسرای مشهور روسیه مرگنشترن عبدالرزق را به ثبت کلیپ نوش دعوت کرد و آشپز مشهور ترک بوراک با ستاره نورس از تاجیکستان یکجا گامبورگ بزرگ پخت که از عبدالرزق هم کلانتر بود. ماه آگوست سال 2021 مقامات امارات متحده عرب به عبدالرزق ویزای طلایی تقدیم کردند. او با این ویزا میتواند 10 سال در حدود امارات از جمله در دبی و ابوظبی بدون ویزا کار و اقامت کند. بعد کوچیدن به دبی ماه نوامبر سال 2021 عبدالرزق از پرودیوسر اولینش بران به قبل کنده کرد و کار را با پرودیوسرهای دیگر در دبی آغاز کرد. بران اول عبدالرزق را به خیانت به برادران تاجیکش عیبدار کرد. عبدالرزق در جواب بران را عیبدار کرد که پول او را پوره نمیداد. وقتی که این جنجال تازه اوج میگرفت، بران از همه خواست که به این ماجرا نقطه تمام گذارند و شاگرد سابق او را دیگر مذمت نکنند.